الان ما توی این هوای بارونی داریم میریم سمت مونیخ که از اونجا پرواز کنیم به سمت اسپانیا برای 10مین سالگرد ازدواجمون. هوا به شدت بارونی، امیدواریم که هوای اونور آفتابی و خوب باشه. حالا یه چیزی که امشب رو عجیب تر میکنه اینه که تو اروپا ساعت ها جابجا میشه. از ساعت 2 انگار یه ساعت میریم جلوتر ساعت میشه 3. به خاطر همین دیگه ما هم زودتر راه افتادیم وگرنه پروازمون ساعت 5 صبح. سلام. حالا کجای ماجرا خیلی جالبه اینجاش که به خاطر که ساعت‌ها رو یه ساعت میکشن جلو، ما زنگ زدیم به پارکینگی رو رزرو کرده بودیم واسه که ماشین رو بذاریم. بعد گفتیم که ما دقیقاً ساعت 3 میخوایم ماشین رو بذاریم و پارکینگ رو از 3 رزرو کردیم. حالا 3 جدیده یا 3 قدیم؟ و گفت خانم چی میگی؟ خانم چی میگی؟ من متوجه نمیشم. گفتم که بابا واقعا سواله برام، یعنی ما باید 2 برسیم که میشه 3 یا 3 برسیم که میشه 4؟ بچه ها ما اومدیم فری شاپ فرودگاه مونیخ. فقط میخوام اینا رو بهتون نشون بدم، قیمت ها رو ببینیم. همه قدیمی. این 25 ساله است 839 تا، این 718 تا، این 31 ساله است 2390 تا. 3500 ببینین چقدر خوشگله، آدم دلش نمیاد اینا رو اصلا بنوشه. خواستی بگی بخوره ها؟ آره دیگه مکس کردم اصلا. ممنونم. خب ما رسیدیم تو فرودگاه و ماشینی که رزرو کرده بودیم و کارشو کردیم، داریم میریم ماشین رو برداریم. خب یکی از شرطایی که ماشین رو تحویل میدن اینه که با بنزین پر تحویل میدن و اینکه تو وقتی میخوای پس بدی هم باید با بنزین پر پس بدی. بعد ما الان ماشین روشن کردیم دیدیم که بنزینش پر نیست. بعد الان معیار رفتش که بهشون اطلاع بده که این بنزینش پر نبود، ولی واقعا هیچ کدوممون این ماشین رو نمیشناسیم. ولی خب ماشین خیلی شیکیه و واقعا هم از ولویی که اجاره کرده بودیم بهتره، از لحاظ داخلی و خارجی و رنگی و اینا بهتره. حالا دیگه باید برونیم ببینیم چطوریه.
الان دیگه از فرودگاه در اومدیم به سمت پالما داریم میریم مرکز جزیره و ویو واقعا 12 از 10. هوا عالی. دیگه حالا بریم جلوتر ببینیم که چیا منتظرمونه. خب بچه من الان یه سرچی کردم. این ماشین اسمش جیکوه، زیر مجموعه ماشینای چری که چینی هست و اینکه یکم سخت راه میره، واقعا رانندگی باهاش زیاد جالب نیست و مریم میگه که انگار با بیل توش آپشن ریختن، انقدر که آپشنش زیاده. خب الان ساعت 12. ما ساعت 3 هتل رو باید تحویل بگیریم. گفتیم که این 3 ساعت رو یه ذره اطراف هتل بچرخیم، بالا بریم پایین بیایم، جای سوپرمارکت رستوران ها رو پیدا کنیم، از جاهای جذاب واسه شما فیلم میگیریم و حتما باهاتون به اشتراک میذاریم. رفتیم صبحونه خوردیم و یه ذره انرژی جمع کردیم تا بتونیم که یه 2-3 ساعتی دوباره بچرخیم، چون ما دیشب کلا نخوابیدیم. از سالزبورگ حرکت کردیم به سمت مونیخ، بعد تو مونیخ چند ساعت تو فرودگاه، بعد دیگه اومدیم توی مالورکا چند ساعت دوباره تو فرودگاه تا چمدون رو تحویل بگیریم، تا ماشین رو تحویل بگیریم. همه اینا زمان برد و واقعا خسته‌ایم. یعنی اگه برسیم هتل مطمئنم که یه 3-4 ساعتی میخوابیم و شب دوباره میریم بیرون. با ما همراه باشید. کاکتوس هم اینا همه. وای چقدر باحالن. خب ما اتاق تحویل گرفتیم. الان میخوام بهتون نشون بدم. اینجوری که وارد میشیم اینجا یه جا کفشی و جای نشستن و کمدارا داره. اینجا تخت و اینجا روشویی و سرویس بهداشتی. همه چی خیلی واقعا تمیز. این ورم که تلویزیون و دستگاه کافه و
اینجا حمومه، حمومشم رو به دریا. به به. و اصل کاری تراس و ویو دریا که فقط به عشق همین این هتل رو گرفتیم. خوابیدیم و خسته ایم نمیریم که پیاده‌شیم ببینیم، ولی حتما ویدیوشو میگیرم براتون. اینجا هم ساختمون تئاتر شهر پالماه و خیلی قشنگه، واقعا معماریش خیلی قشنگه. وای، من درخت فیکوس به این بزرگی و پهنی به عمرم از نزدیک ندیده بودم. تنه هاشو ببینین چقدر این درخت خوشگله.